سلام بچه ها، من مهیا هستم. با یه قصه جدید اومدم. یکی بود یکی نبود. پری کوچکی بود که با مادرش در آسمان زندگی میکرد. پری کوچولو قصه ما هنوز بال نداشت. برای همین نمیتونست مثل مادرش پرواز کنه. وقتی که مادرش برای گردش توی آسمون پرواز میکرد، پری کوچولو توی خونه میموند. یه بار که مادر پری کوچولو میخواست به زمین بیاد، پری کوچولو دامن نقره‌ای اون رو گرفت و گفت مامان منم با خودت میبری؟ مادر پری کوچولو فکر میکرد و گفت صبر کن. بعد یه تکه ابر پنبه‌ای از آسمون کند و اون رو با بالهاش تابوند و ابر پنبه‌ای یه نخ سفید خیلی بلند شد. مادر پری کوچولو یه سر نخ رو به پای دخترش بست و سر دیگر اون رو به گوشه بال خودش گره زد. بعد پرواز کرد و از آسمون اومد پایین. اما وقتی به زمین رسید اتفاق بدی افتاد. نخ پنبه‌ای به یه چیزی گیر کرد، پاره شد. خلاصه پری کوچولوی قصه ما فهمید که مادرش رو گم کرده. اون هم کجا؟ روی زمین. اون هم زمینی که به اندازه آسمون بزرگ بود. گریهش گرفت. اشکاش روی زمین چکید. توی خاک فرو رفت. پری کوچولو از جا بلند شد و شروع به جستجو کرد. جستجوی چی؟ سر نخ. کدوم نخ؟ آخه همون نخی که به بال مادرش بسته شده بود. اون طرف رفت، اون طرف گشت، تا عاقبت چشمش به یه نخ سفید افتاد. سر نخ رو گرفت و جلو رفت. رفت و رفت و رفت تا رسید به خاله خرگوشه که تک و تنها نشسته بود و با اون نخ سفید لباس میبافت. پری کوچولو یه آهی کشید و از غصه گریه کرد. اشکاش روی زمین ریخت. توی خاک فرو رفت. خاله خرگوشه اون رو دید و پرسید چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گریه میکنی؟ پری کوچولو گفت من پریم. مادرم رو گم کردم. اما آخه شما که مامان من نیستی. خاله خرگوشه آهی کشید و گفت خب درسته، اما بگو ببینم تو بچه من میشی؟ پری کوچولو دید که چاره ای نداره که، برای همین قبول کرد و گفت بله بچه‌تون میشم. و دختر خاله خرگوشه شد. خاله خرگوشه لباسی که میبافت تموم کرد. اون رو به تن پری کوچولو پوشوند و بعد موهاش رو شونه زد و ناگهان دید که از موهای دخترک طلا و نقره میریزه. زود طلا و نقره ها رو جمع کرد و کناری گذاشت. پری کوچولو گفت مامان طلا و نقره هایم رو چی کار کردی؟ خاله خرگوشه گفت طلا و نقره کجا بود؟ یه مشت آشغال بود که ریختم دور. خاله خرگوشه نمیدونست که هرگز نمیشه به پری‌ها دروغ گفت. پری کوچولو گفت مامان من هیچ وقت دروغ نمیگه. میدونستی؟ نمیخوام دخترت باشم. بعد هم خداحافظی کرد و از خانه خاله خرگوشه بیرون رفت. این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت تا یک سر نخ دیگه پیدا کرد. خوشحال شد. سر نخ رو گرفت و رفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به یک گربه. گربه داشت با یک گلوله کامبای سفید رنگ بازی میکرد. پری کوچولو آهی کشید و گریه کرد
گریه کرد. اشکاش روی زمین ریخت و توی خاک فرو رفت. گربه سرش رو بلند کرد، اونو دید، پرسید آهای، تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ پری کوچولو گفت من پریم، مامانم رو گم کردم. گربه گفت خب اگه بخوای من مامانت میشم. پری کوچولو دید که چاره ای نداره، قبول کرد و دختر گربه شد. گربه با پری کوچولو بازی کرد. دنب پشمالوش رو هم روی اون کشید تا سردش نشه. یه مرتبه چشم مامان گربه پری کوچولو به یه موش چاق و چله افتاد. از جا پرید و رفت آقا موشه رو شکار کنه و یه لقمه چپش کنه. پری کوچولو این رو دید و گفت نه، مامان من هیچ وقت کسی رو اذیت نمیکنه. بعد خداحافظی کرد و رفت. این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، هیچ سر نخی پیدا نکرد. خسته شد. از یه درخت بلند بالا رفت. روی بلندترین شاخه اون نشست و تا صبح به آسمون نگاه کرد. چقدر دلش برای مامانش تنگ شده. صبح که شد بارون بارید، اما پری کوچولو همون بالا زیر بارون موند. شاید پریها زیر بارون خیس نمیشن. بارون تموم شد، آفتاب تابید. اون وقت یه رنگین کمون قشنگ درست شد. پری کوچولو داشت به رنگین کمون نگاه میکرد که یه دفعه یه چیز عجیب دید. پری کوچولوی دیگه هم قد خودش رنگین کمون رو گرفته بود، از اون بالا میرفت بالا. پری کوچولوی قصه ما با خوشحالی داد زد اوی سلام دوست من، کجا میری؟ پری کوچولو دومی گفت هی سلام، دارم میرم به آسمون پیش مامانم، دارم بر میگردم. پری کوچولو اول با تعجب پرسید با رنگین کمون؟ پری کوچولو دوم گفت آره، بله، چون به آسمون میرسه. بار دومیه که این پایین گم شدم. دفعه قبلم با رنگین کمون بالا رفتم. پری کوچولو قصه ما خوشحال شد. آخ جون، یه راه خوب پیدا شد، یه سرنخ خوب. از روی شاخه درخت جستی زد و به طرف رنگین کمون پرید. اون رو گرفت و بالا رفت تا به مامانش برسه. خب بچه ها، پری کوچولو به مامانش رسید تو آسمونا. امیدوارم که از قصه من خوشتون اومده باشه. شب و روزتون خوش. منتظر قصه بعدی من باشین. دوستتون